الو حمید بیا این رفیقش اومده بودو بیا. سلام نه تو رفیقت میای. چی؟ رفیق مامانمه. حمید جان به اذن پروردگار از ستون آلاچیق اومد بیرون. خواهی فاصلتون انقدر کم بود دست کن میدادیم بودی های حمید بیا. سلام خوبی شما چه خبر؟ سلام خوبی شما چه خبر؟ سجاد خوبی چه خبر؟ این دوست آقا خانم تا حالا ندیده بودم. دوستش که مامانشه. مامانشی؟ با مادر من درست صحبت کن. خب سجادم همینو ازت پرسید گفتی آره مامانمه. اینم همونو پرسید بیچاره حرف بدی نزد. چرا اینو زدی اونو نزدی؟ مرتی که هیز آقا بیا بریم. مامانه چرا دوباره اونو زد؟ اصلا چیزی نگفتم فقط پرسید مامانش، یعنی هیچ کاری نکردن اوز. میذاشتی تی ریاکشن نشون میدادی هیزی میکرد. هیچ جسارتی یه توهینی. مادر و دختر با هم شل مغزی داد. خاک تو سرت با این جوجه کشیدنت. مردم رفیق دارن ما هم رفیق داریم. خاک تو سرت بیاد. بشکن این دست که نمک نره. منم خوبی کنم آدم بده شدم. خاک تو سرت که سر دو تا دختر رفاقتمون رو به هم زدی. از همین الان باید رفاقتمون تموم بشه. تو که داد میشد بیا تو حال خرابم یه انقلابی کن. یعنی با این ایده هاتون دهن همه تون رو گاهی.